تایی که صحبت کردن چند تا نکته رو فرمودن. یک اینکه هر حال مردمی که اومدن به صحنه انتخاب راهپیمایی معلوم هستش که انتخابات این تقلبی که ما میگیم و یا دستکاری که انجام شده نشون میده که مردم قانع نشدن. دوم اینکه از مردم خواستن که آرامش خودشون حفظ بکنن و به صورت مسالمت آمیز و آرام دست به راهپیمایی بزنن و سوم اینکه در صحنه بمانند و چهارم هم فرمودن که من حتما در صحنه برای وصول به خواست ملت خواهم بود. اگر که برگزاری انتخابات دوباره تایید نشود، انجام نشود، چه خواهید کرد شما و آقای موسوی که میگید هماهنگ هستید؟ ما مسیرهای قانونی رو پیش روی خودمون داریم. به هر حال بعضی از مسیرهای قانونی مثلا وقتی که با شورای نگهبان نتونن به تفاهم برسن، خب عادتا مسیرهای بعدی مثل تداوم راهپیمایی، مثل تحصن آقای کروبی و موسوی در یه مکان مقدسی و ممکن هم هستش که به هر حال در این مذاکرات هر دو نامزد قانع بشن. در هر مرحله‌ای که قانع بشن خب قاعدتا دیگه مسئله حل شده هستش، ولی تا جایی که من میدونم و بیانیه‌ای که صادر شدن جز برگزاری مجدد انتخابات چیزی اونها رو قانع نخواهد کرد. سپاسگزارم ازتون آقای اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در تهران. شبتون بخیر. موفق باشید. متشکرم. خب میهمان محترم این برنامه که از هلند از شهر لاهه با ما هستند آقای حمید حمیدی، نویسنده و پژوهشگر هستند که با شما عزیزان تلفن‌های شما و ایمیل های شما و همینطور با آقای حمیدی برنامه رو ادامه میدیم. قبل از اینها اجازه بدید من اول سلام علیک عرض کنم خدمت مهمانمون و بعد الهام ستاکی با وبلاگ ما و ایمیل ها با شما خواهد بود. آقای حمیدی اگر صدای منو میشنوید درود بر شما. من هم خدمت شما آقای فلاحتی، همکارتون، همه هممیهنانم در اقصانقاط جغرافیای ایران و هممیهنانم در خارج از مرزها و به همه همزبانانم عرض سلام و وقت بخیر میگم. امیدوارم در این روزهای ملتهب تلاش بکنیم با پیش بردن اهدافمون که همدلی و همزبانی برای تحقق دموکراسی هست، عقلانیت رو فراموش نکنیم و این کار رو بیشتر حوزه عقلانی بش بدیم. سپاسگزارم که شرکت کردید در این برنامه. خب خانم ستاکی. بله، من پیش از هر چیزی میخوام اشاره کنم به این مسئله که دوستان ایمیل های خیلی خیلی زیادی برای ما فرستادیم و کلا با اینکه چه داره میگذره در ایران در شهرهای مختلف و ایمیلاتون رو دریافت کردیم و این رو ما میخونیم. اما پیش از هر چیزی خبرهایی که از طریق ایمیل ها من براتون میخونم، خبرهایی که صرفا از طریق ایمیل به دست ما رسیده و صدای آمریکا نه اون رو تکذیب میکنه نه تایید میکنه. دوستی که اسمش رو ننوشته برای ما نوشته که امروز تجمع عظیمی از مردم کرمانشاه در میدان مصدق جمع شده بودند و ناگهان گروه عظیمی از نیروی انتظامی به مردم حمله کردند. باور کنید حکومت ایران کاری با مردم خودش کرد که هیچ دشمنی این کار را نمی کند. باید بگویم که این نیروهای نظامی به زبان عربی صحبت می کردند و همه چماق و چاقو در دست داشتند و به جان مردم بی‌دفاع، زن و دختر